طلا بخریم ارزش پولمون حفظ شه. من چند وقتی دیدم خیلی تبلیغات طلا هست داخل اینستاگرام و داخل تلویزیون تبلیغات میکنن و بیا طلا بخرید طلا بخرید. بعد رفتم یه سرچی زدم دیدم یه مالیاتی اومده، مالیات بر عایدی. مالیات بر عایدی چیه؟ دولت میگه اگه شما طلا خریدی و زیر 1 سال فروختی 30% از سودی که طلات برده رو باید بدی من. دیگه نمیگن که بابا این سود نیست عزیز من، این تورمیه که تو برای ما ساختی. من طلا رو خریدم 12 تومن، ارزش پولم حفظ شه. حالا خود تورمه رو درست کردی، طلا شده 15 تومن، میخوای بیای 30% از این سودم من بگیری؟ بعد یه چیزی هم هست، شما باید یه تورمی هم روش در نظر بگیری دیگه. آقا من بیام بگم مثلا این 13 تومن شده 15 تومن، 20%ش مثلا به خاطر تورم بوده، حالا تورم ما روی 50-60% نقطه ایش، 20%ش به خاطر تورم بوده، 40% شما مثلا سود کردی، از این 40% 30%ش بده من. این پولی که دارم میگم حالا ازتون میگیرن، ولی چیکار اومدن کردن؟ میگن اگه شما زیر 1 سال بفروشی، علاوه بر اینکه تورم رو روش حساب نمی‌کنیم، از اون تورمی هم که روش خورده 30%ش ازت میگیریم. خیلی جالبه. طلا رو بفروشی، تورم ایجاد بکنی، طلا بره بالا، 30% از اون سود تورمی از شما بگیره. حالا برای چه هم چی کاری میکنن؟ تا مردم برن سراغ کسب و کار. بعد جالبیش اینجاه، کشور ما توی حدوداً 170-80 تا کشوری که هست، رتبه سال 2020 127 تو کسب و کار. یعنی کسب و کارمون هم چیز جالبی نیست. طرف میگه بابا میام دیگه 30% میدم به دولت دیگه، برای چی برم سراغ کسب و کار؟